واتساپ و اینستاگرام نیز از جمله کاشتن چیزی است. یعنی کاشتن در این زمان یک شخص چیزی می نویسد و یا طریق آن چیزی می گوید که باعث خشم خدا می شود و آن کاشتهش در حال به همه جا میان مردم پهن می شود. دور و نزدیک همه می فهمند و می خوانند. بنابراین سعی کن تا بدی نکاشته باشی. همیشه نیکی بکاری. چرا؟ تا که ثمره آن پشیمانی نباشد، بلکه ثواب و اجر، شادمانی و سرور و خوشنودی و دیدار پروردگار باشد. سعی کن تا از همه انواع کاشتنها استفاده بری. با سخن و با عمل نیکی میکاری. خودی همین عمل چند خیل می شود. مثلا با نوشته هایت مردم را به صلاح دعوت میکنی. برای همین آنچه می نویسید اگر نیک باشد در آخر حاصل نیک میغون دارد و اگر نه خدا پناه دهد که حاصل بد میبردارد. بنابراین هر آنچه امروز در شبکه ها مثل واتساپ و اینستاگرام می نویسید کاشتن است. کاشتن زمان حاضر روز حاصل آن را میغون دارد. گاه می شود که شخص چیزی را میکارد که بعد از آن خلاص شدنش دشوار می شود. چیزی می نویسد و یا می گوید که باعث خشم پروردگار می شود و آن در حال پهن می شود و همه شناس و ناشناس و دور و نزدیک همه باخبر می شوند. بعد او پشیمان شده توبه می کند. ولی آن سخن ناجایش الکی میان مردم پهن شده است و تا حال کار خود را دوام می دهد. انا برای همین دانشمند گفته است هر نویسنده که هست حتما می میرد و اما ثمره دست او باقی خواهد ماند. برای همین سعی کن تا چیزی نوشته باشی که در قیامت از دیدن آن شاد گردی. البته از آن سخن ناجا توبه کرده اید ولی بدی آن برجاست. چقدر کسانی هستند امروز مردند ولی نوشته های آنها درباره مذمت دین، قرآن و سنت، طعنه زدن بر امامان، طعنه بر امام بخاری همه مردند، اما نوشته های آنها باعث گمراه شدن هزارها نفر شده ایستاده است. شاید او توبه کرده است ولی با این همه نوشته هایش که میان مردم پهن شده است چه کار میکند؟ یا مثلا یک هنرمند در نقش های پست و رذیل هنرنمایی میکند و بعد توبه میکند ولی تا هنوز آن بدکاری های آفریده او به مردم نمایش داده می شود. شاید به نقشه های او دیگر جوانان تقلید میکنند. جوان پسران و جوان دختران با این همه چی کار میکند؟ البته هر کی بدی میکارد حتما حاصل پشیمانی میبردارد. بنابراین بدی ننویس. سعی کن تا میتوانی بدی نکاری. بناگاه اگر کاری چنین از تو صادر شده است نیکی کن با امید آنکه خداوند با فضل خود آن همه بدی های کاشته ات را با این نیکی ها محو سازد. شاید این همه نیکی جای آن بدی ها را بگیرد و تو نجات یابی. اگر مردم با کاشته های تو ویران شده باشند شاید با نیکی های میکاریده‌ات به صلاح می آیند. برای همین آمده است که اگر یگان نفری که در وقت مشرک بودنش مسلمانان را آزار سخت میداد بعد مسلمان شدنش می گفت هر جا که به مسلمانان آزارم رسیده است حتما آن را به مرحمت و نیکی به آنها عوض نمودم. با وجود آنکه ایمان آوردن باعث محو شدن همه بدی های پیشینه می گردد آنها چنین می ترسیدند. هر نویسنده ای که هست حتما می میرد و اما ثمره دستی او باقی خواهد ماند. برای همین سعی کن تا چیزی نوشته باشی که در قیامت از دیدن آن شاد گردی.